سلام، خسته نباشید. به چنل من خیلی خوش اومدید. اولین ویدیو از چنل خودم آغاز میکنم با یه ربات خیلی عالی. با دیدن تبلیغات تو یوتیوب بهتون ارز LTC میده و که هر دونه این ارز معادل $90 که بهتون نشون میدم الان توی تراست ولت. هر ارزش معادل مشاهده میکنه معادل $90 ارزش این ارزش این پول. که حالا چجوری این ارز رو برداشت کنه؟ خب وارد لینکی که تو دیسکریپشن واسهتون میذارم میرین و وارد ربات میشین. در اینجا بالا میاد و شما باید چیکار کنید؟ اول چند تا کانال اسپانسری که یک کانالش هست این کانال که نشون میده واریزیاش رو. این کانال نگاه کنید، واریزیاش رو نشون میده که مثلا واریزی داشته مثلا $822، این واریزی داشته $500، واریزی داشته $473 که این یکی از کانال های اسپانسرش این کاناله. بعد وارد ربات که میشین میزنی ویزیت سیت، این گزینه واسهتون میاد بالا که ما واقعی کار نداریم. بعد گو تو سیت میزنیم، این مثل 1 دقیقه تو هر لینکی که باز میکنید بمونید تا پاداش خود رو دریافت کنید. استay on the seat، 1 دقیقه توی این سایت بمونید تا پاداش خود رو دریافت کنید. بعد این که این 1 دقیقه تو سایت موندی، نه خارج بشم، بعد ویزیت رو میزنیم و مشاهده میکنیم که کامل شد. تست که ما یعنی وظیفه ما کامل شد. حالا خب چجوری این پول رو برداشت کنیم؟ میم داخل سیتینگ، برای اینکه کیف پولمون رو بفرستیم ست والت رو میزنیم. بعد ست والت من الان اینجا رو فرستادم آدرسمو. اینجا نوشته سند والت رو پیام آدرس اون که تو کیف پول بهتون نشون دادم. از اینجا از این قسمت ریسیو میزن، لینکی که بهتون نشون میده رو کپی کنین و در اینجا وارد کنین و خود کانال بهتون واریز میکنه. خیلی خوش اومدین. انشالله برداشت‌های بسیار عالی داشته باشین از این ربات و زندگی شاد و پر انرژی رو تجربه کنید.